به گلزارت رسیدم ای بهاران شکر گلزارت، به دیدارت رسیدم ای بهاران شکر دیدارت. در نوروز زنان و بانوان خانه ها را روبوچین نموده، کورپا و گلیم ها را آفتاب داده به تازه و آزاده نگاه داشتن خانه می پردازند. بهار گل به سر می آید از نو، زمان پرثمر می آید از نو، نسیم تازه بادی بهاری چو فیض از سحر می آید از نو. خلق تاجیک از قدیم مردمی تازه طبیعت، زیبایی دوست و پاکیزه روزگار بودند و هستند. پیش از نوروز نیز چنین عنعنه است که زنان و دختران در و تیرزه ها را شسته تازه می کنند، زیرا خانه و دری تازه رمز پاکیزگی و زیبایی است. نوروز بیا به خاکی پاکی وطنم، گلریز نما زمین و باغ و چمنم، اندر بر عاشقان فرخنده عشق من عاشق نوبهار و سرو و سمنم. درود ای هموطن، سیری گل آمد، به طرف باغ و بستان بلبل آمد. درود گویم تو را فرخنده نوروز، بمان دایم دلاویز و دل افروز. نوروز شد و نوروزی دیگر آمد، حسن دو جهان به خاک کشور آمد. ای هموطنان دعای نیکروزی دهید، باز فیضی نو به خانه او در آمد. رسوم دیگری نوروزی این ظرفهای شکسته را پرتافتن است. در ایام نوروز زنان و بانوان کوشش میکنند که ظرفهای شکسته را از خانه دور نمایند.